شریف شهباز شان امسی 18 январи سال 1991 در دهه تنابشی ناحیه تیمورملیک ولایت ختلان به دنیا آمده است. از سال 1993 تا حال او اقامت کننده شهر دوشنبه می باشد. در عائله فرزند کلانی بوده، صاحب پدر، مادر و دادر است. یک برادر و یک اپا و یک خواهرش از عالم هستی چشم پوشیدند. بچه جان پیر شیدی قامتک زده خم چی بد که امروزی که چی به امروز میخواد غم خیمه را دست دادی خیمه رفتم ای عالم نکی در برت هست که دادر خواهر اپم. سال 1997 یعنی در سن 6 سالگی با مکتب رقم 37 به صنف یکم قدم ماند و در آن مکتب تا صنف 9 تحصیل خود را ادامه داد. بعد از ختم صنف 9 در آموزشگاه رقم 66 3 سال دیگر تحصیل کرده. بعد از ختم آموزشگاه به دانشکده تکنولوژی اینوواسیونی و کمیونیکاسیونی تاجیکستان حجت‌هایش را برای تحصیل سپارید. در آنجا همگی 1 سال تحصیل نمود و هنگامی که به کورس دوم قدم ماند دانشکده مذکور را بستند. بعداً حجت‌هایش را برای انتقال به دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و وزارت معارف جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمود. عین حال یعنی در سال 2012 دانشجوی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان میباشد و جای کاری حاضری خود را مخفی می‌دارد چون که مشغولیت انتخاب کردهش یعنی رپ به اختصاص او علاقه‌مندی ندارد. سر کردن رپ برای او از روی هوس نبود. چطوری که خود او میگوید همسنفش بهروز با لقب بیسکا اولی مرتبه از کوچه مایکوفسکی برای خواندن رپ شروع نمود و شان امسی اولی مرتبه با بیسکا به خواندن رپ مشغول شد. رپ اولی او درباره مکتبی که خود او میخواند و بعداً همکاری اولی خود را با اکمل جمعیف که مشهور با نام اکی میباشد آغاز نمود. اولین سرودی که شان امسی در استودیو خوانده بود این سرود دخترک جنبان بود. دخترک جنبان دنیو غنیمت تای جمون که امسی شان مفتونی تنت تای جمون پشی برده سبونست که او شوه جمون که بچه کن و مانندی گو شوه دخترک جنبان دنیو غنیمت که سال 2008 آن را پیشکشی هواداران رپ نمود و بعدا همکاری خود را با دولتیار که آن را شمن میشناسند ادامه داد. آنها به خلاصه آمدند که یک گروه تشکیل دهند و در این پیشه با آنها باز کسی دیگر لازم بود. آنها به یک همصنف شمن مراجعت کردند که آن هم شریف بود که او با لقب شهر معروف است. در این گروه باز یکی از ستاره های رپ تاجیک که حاضر با نام سکال مشهور است داخل شده بود که آن زمان او را با عنوان براین میشناختند. آنها گروه خود را با نام امپیکلند تشکیل دادند، اما متاسفانه در دوام فعالیت براین از گروه امپیکلند و یا نوی پلیمینا رفت و آنها 3 نفر ماندند. اولی مرتبه سال 2009 شهباز را اکمل جمعی یعنی اکی روی صحنه برآورد. دخترک جنبان دنیو غنیمت تای جمون که امسی شان مفتونی تنت تای جمون پیشی برده سبونست که او. در سال 2010 شهر با فعالیت رپ نقطه خود را ماند. شمن به مسکو سفر کرد. شان امسی باز یک گروه وسیع‌تر یعنی لیبل را با نام ناتو پروداکشن ملتی ما خلقی تاجیکی ما که در آن بسیار نفرها از جمله سایرس، فیتجن، نشتاچ، نیمو امسی، یاگا، کوما، شیدی و دیگر رپرها بودند. متاسفانه با بعض سبب‌های نامعلوم فعالیت گروه ناتو پروداکشن نیز برهم خورد. عین حال شان امسی نمیداند که ناتو پروداکشن از کیست و در او کی راهبر است و کی او را استفاده میبرد. حالا باشد شان امسی در گروه جدیدان است که آنها 3 نفرند. خود شان امسی و عبدالرحیم که مشهور با لقب ابا و جهانگیر که شما او را با نام ونجی میشناسید. این سرودهایی که امروز شما از زبان شان امسی میشنوید از حیات پر از درد و غم که گویا او مادرش را از دست داده است. اینها همه بافته‌هایی هستند که به حیات شخصی او تعلق ندارند. بچه بدرو در خواه میرم خونه ها پخن در کوچه غلطیدگی زنی نوش سایی بیخونه و در کتگی خوارچم از دستر کرد میگه به سایی بیت حرام نکش موهاش از سرت ما افسایی بیو اکا جان گفته داوید کوچه خون کدک خوارچم بخیزه پاش میتنم زنی نوی پخن. شان امسی صحنه رپ را همچون صحنه تئاتر میداند و خود را هنرمند این صحنه و با نقش‌های گوناگون روی صحنه میآید. در آینده نزدیک باز نقشه‌های زیاد دارد که یکی از آنها آلبوم به نام مادر است. و روزهای نزدیک در سامانه او با یاری دلجان پروداکشن یک کاتگوری نو با نام ویدیو اتویت علاوه می‌گردد. برای با شان امسی همصحبت شدن می‌توانید به تلفن 501 06
57 28 زنگ زده مراجعه نمایید یا به پست الکترونی او sean.mc@mail.ru مکتوب‌هایتان را فرستید. و در آخر گفتنیم که تمام معلومات و سرودهای نوی او را از سامانه www.sean-mc.com دسترس نموده می توانید.